سلام دوستای عزیز، ما این اتاق رو میخوایم نقاشی کنیم و گام به گام خدمتتون میگم. دو تا اتاق هستش، این رو نقاشی کنیم. گام به گام بهتون میگم که چیکار کنیم. اول باید این پرایمرهای پای آب هستش، این پرایمرها رو اول باید برای زیر کار بزنیم. یادتون باشه برای گچ خالی که روش کار نشده و گچ خام هستش از این پرایمرهای پای آب بزنیم و اینو ما باز میکنیم. سلام باش، اینو باز میکنیم. همه اینجا؟ آره و تمیزه البته توی به صورت شیری رنگه. تو بازار میتونیم پای آبه و سرش میتونیم با آب درست کنیم. نه دیگه یکم دوباره آب بریز باید فرض کنم که الان پای قلممو نمره 15 شماره 15 قلم پلاستیک شماره 15 اینو به سطح دیوار میزنیم، آغشته میکنیم دیوار رو به پرایمر. کل دیوار باید بخوره که به دو علت، یکی اینکه مصرف رنگ میاد پایین و علت دیگه اینه که اگه گرد و خاکی داشته باشه، کثیفی داشته باشه، اینا گرفته میشه. قامت هم بالا میبره. کل سطح کار و زیر کار رو آغشته به پرایمر میکنه. بعد از پرایمر میریم برای بتونه کاری برای زیر کارات دیواری که صاف هستش. و در منزل میخواین که با کار انجام بدین نیاز نیست همه دیوار و بتونه بزنید. جای درز و ترک‌ها رو میتونیم با بتونه بگیریم که اونم بهتون نشون میدیم. البته ما این کلیپ پریزا رو با نوار چسب 2 سانتی کاغذی تمام میپوشونیم. بعضی جا بازم میکنن ولی ما میپوشونیم که کثیف نشه. حالا تو مراحل بعدی تمام شده گفتم بتونه کاری شروع میکنیم که اونم فیلمش رو برای شما میذارم. تا کلیپ دیگه خداحافظ.